یک سلام وطنی خدمت تمام وطندارایی که در وطن و دور از وطن هستین. املاک شاهان فالو کردی، حتما به دنبال یک خانه رویایی هستی. نگفتن نبانه که این آپارتمان به شانتنیکتن کابل نیست، معروف است. پشت از این ویو هموطنان ما که در خارج از افغانستان هستند بدون شک دق شدن. این آپارتمان هم متفاوت‌تر از دیگه آپارتمان‌ها. عزیزا از بالکن شروع میکنم. یک بالکنی که من در عمق قدر مدت در آپارتمان‌های کابل ندیده بودم. یک بالکن کاملا متفاوت که شما در ویدیو خود دیدین. این بالکن هموطنان به اندازه یک تخت بام فضا دارد. این بلاک وی آی پی 4 اتاقه با داشتن یک سالن، 3 تشناب، یک آشپزخانه اوپن در بهترین موقعیت شهر کابل، ناحیه دهم، تایمنی، نبش سرک عمومی و نمرش هم راسته دار راست است. اونو گفتن نبونه که 300 متر است و هر متر مربع $750 آمریکایی است و با اندک جرامت نگفتم نبونه که معاملا به افغانی صورت میگیره. در آخر میخوام یادآوری بکنم که این سالونی که فعلا در اینجا موقعیت دارم، این سالون کار شده از سرامیک است و 4 اتاق وی آی پیش پارکت کار شده. یک موضوع بسیار مهم است، شما میتونید بیاین به تصویر ببینین و نگفتن نبونه که الماریاش به حدی زیاده است که تمام وسایل آشپزخانه شما به قول هراتیای ما ظرف و مرف شما تو اینجا جا بشه. این بسیار زیاد مهم است و نگفتن نبونه که سنگایی که در اینجا استفاده شده سنگای گرانیت است و این سنگ ها میتونه بسیار زیاد برای شما در شستشو همچنان کمک بکنه. میایم روی موضوع تشناب و حمامش. 3 تشناب و حمام داره که 2 تشناب از این ماستر است و تشنابای از این همچنان مجهز با وسایل روز است. اسمی که براتون گفتم وسایل مدرن و عصری روز در تشنابا استفاده شده و کار شده شما همچنان دیدین. حالا میایم روی امی اتاق که یک الماری کاملا متفاوت با یک دیزاین جای تلویزیون در اینجا کار شده. حتی شما میتونین شیشه خانه‌ای که در اینجا استفاده شده وسایل زینتی تان همچنان شما در اینجا جابجایی بکنین و یا کسایی که مشتاق مطالعه هستن یک الماری بسیار خوب به خاطر چیدن کتاب‌های شماست و این بسیار زیاد یک از مزایای خوب یک آپارتمان به شمار میره که این را میخوایم نگفتن نبانه که نیاز نیست شما در آپارتمان وقت آمدین بدلتان باید الماری جور بکنین، بدلتان باید الماری تزیین بکنین. همه چیزش تزیین شده است، فقط با وسایل خود بیاین و یا آپارتمان را رنگین تر بسازین. همتون حالا میایم روی یک اتاق دیگه که به عنوان آخرین اتاقش است و در اول برنامه همچنان گفته بودیم و میخوایم اینو به تصویر بکشم. این اتاقش پیش از اینکه راستی به اتاق بریم نگفتن نبانه که یک قسمتش یا بعضی از قسمت‌های اتاق به این شکل دیزاین داده شده. یک تختی بسیار مقبول، یک تختی بسیار آرام کار شده. بسیار از هموطنان ما که ذات مشتاق استایل‌های کلاسیک هستن یا همچنان دروازه شما نگفتن نبانه که به مو شکل دیزاین داده شده و به مو رنگ کار شده. حالا میایم روی این اتاق هم نگفتن نبانه که الماری اتاق یک لخت است مکمل، یک الماری مکمل در این کار شده که تمام وسایلتان حتی وسایل زیادیتان هم یا میشه بگیم وسایل اضافی تان هم میتونید شما در اینجا جابجا بکنید. مرکز گرمی شما که میبینید به شکل 24 ساعته مجهز است. مرکز گرمی فراموشتان نشه که یکی از امتیازات یک آپارتمان به شمار میره. یک تشناب یک حمام در اینجا وجود داره که اینم به تصویر خود کشیدم. قسمی که در اول گفتم تشناباشون 2 تشنابشون ماستر است که از جمله یکیش این تشنابش که شما میتونید به تصویر مشاهده بکنید مجهز شده با تمام وسایل روز که هیچ نیاز به تغییر دکوریشنش شما ندارین. این یک آپارتمان کاملا وی آی پی است، یک آپارتمانی که ما میخوایم بگوییم بسیار وقت است به دنبالش هستیم. یک موضوع دیگه این آپارتمان این ویدیو رو به تنهایی نبینین، همراه با فامیلا ببینین و نظر از او را بگیرین چون دختر خانما در شناخت آپارتمان و در دکوریشن نسبت به مردها بدون شک لایق‌تر و قابل‌تر هستند. هموطنان عزیز این آپارتمان وی آی پی 4 اتاقه که دارای یک سالن، 3 تشناب و یک آشپزخانه اوپن بود امروز به معرفی گرفتم براتون. نگفتن نبانه که آدرس دقیقش یک بار دیگه خدمت شما تقدیم میکنم. آدرسش ناحیه دهم تایمنی، نبش سرک عمومی، نمرش هم راسته در راسته است. عزیزانی که خواهان خرید این آپارتمان هستند شما میتونید به دفتر فیزیکی ما یا به دفتر فیزیکی املاک شاهان واقع قلعه فتح‌الله مقابل مکتب زرغونه مراجعه بکنید. اوید دوستایی که در خارج از افغانستان هستند شما میتونید با لینک های زید یا با شماره واتساپ زید که در کپشن براتون ماندیم با دفتر املاک شاهان به تماس شوین و این فرصت از دست ندید.